دکان مرکز دعوت است. 4 دقیقه کم راید کسی میشینه، عمل کردی تو دعوت است، عمل کردی. یک شخصی پیشت مراجعه میکنه، برش میگی که برادرم من چنه را یاد ندارم، زبان بازی را یاد ندارم، فریب نمیکنم، من نرخی برات میگم که ضمانت میکنم، مالی برات میدم که قطعا غش فریب نباشه. دعوت است. و آدم 10 سالم تیر شوه اینقدر اعتماد پیدا میکنه که محض به دست یک کسی برات اول روی میکنه مال دوان خود دیگه نمیاد. فضای اعتماد تو برابر کردی. دکانت مرکز دعوت دین بود، شناخته میشه که تو کیستی. موترت، هتلت، هر مرکز دین جور میشه که اگر به شرطی که ما در طاعت الله سبحانه و تعالی او را استفاده بکنیم.